5 اکتبر سال 2021 سفارت ایالات متحده آمریکا در دوشنبه در دایره کمک به تاجیکستان برای مستحکم نمودن مرزهای دولتی 20 автомашین جیپ را به وزارت مدافع تاجیکستان تقدیم نمود. سفارت آمریکا گفت ماشین‌های ارزش عمومیشان 1.4 میلیون دلار به نیروهای ویژه وزارت دفاع تاجیکستان امکان می‌دهند که در مناطق دشوارگذر مرز عملیات انجام دهند. تقدیم این 20 ماشین جیپ به قوه‌های مسلح تاجیکستان در حال صورت می‌گیرد که اخیراً افغانستان از جانب جنگیان حرکت تندرو طالبان تصرف شد و در دوشنبه بر این باورند که تغییر وضع سیاسی و حربی در افغانستان به وضع امنیت تمام منطقه بخصوص تاجیکستان که با افغانستان قریب 1400 کیلومتر مرز مستقیم دارد تاثیر جدی منفی میرساند. در مراسم سپردن ماشین‌های سبکرو سفیر آمریکا جان مارک پامرشایم و گنرال مایور بابازاده خسرو معاون وزیر مدافع اوید به تکنولوژی و تأمینات اشتراک کردند. سفیر پامرشایم در این مراسم گفت این کمک خیریه یک مثال دستگیری است که ما به تاجیکستان برای تامین امنیت مرزها میرسانیم. ما از تاجیکستان برای همکاری زیچ در ساحه امنیت مرزها منت داریم و از دستاوردهای مشترک خود افتخار میکنیم. ما در مبارزه بر ضد تروریسم، قاچاق مواد مخدر و پنجشنبه هسته‌ای شریک میمانیم. وقتی که ما یک جای کار میکنیم ما قوی تر میشویم. بنا به اطلاع سفارت آمریکا از سال 1992 این جانب آمریکا به تاجیکستان به مبلغ عمومی 330 میلیون دلار کمک نظامی رسانیده است. این کمک آموزش، تجهیزات و انفراستراکچور را در بر میگیرد. در دایره این کمک به نیروهای امنیتی تاجیکستان 358 ماشین به مبلغ عمومی 10.5 میلیون دلار تقدیم گردیدند. همچنین بیش از 10,000 نظامی و مأموران مقامات حفظ حقوق اصولهای مؤثر مقابله با تهدیدهای تروریستی، قاچاق مواد مخدر و عملیات مخصوص آموزانیده شدند. علاوه بر این حکومت آمریکا قبلا در بتالیون محافظان صلح شمسی تعمیر انجام داده لاگر آموزشی ساخت و کارهای ساختمانی را در مرکز آموزشی صحرایی کوهی وزارت مدافع تاجیکستان به مبلغ عمومی 1.5 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا به انجام رسانید. ایالات متحده در طول 30 سال با تاجیکستان همکاری دارد. در این مدت ایالات متحده برای دستگیری برنامه‌های امنیتی، رشد اقتصاد، تندرستی، جامعه شهروندی، معارف و همکاری‌های نظامی به مبلغ 1.8 میلیارد دلار کمک رسانیده است.